ایره ما یک 5 ماه 6 ماه پیش نوشته کرده بودم و یک بار در گویندگی برتر هم خواندیم. خب از باز بعد از این سر گویندگی برتر هم میاییم که چطور شرکت کردیم. سال هاست که همه جوانیم را به یاد او از دست دادم. ای کاش جانم را می دادم. درد من این است که او نمی داند در فراقش چه می کشم. ای کاش می دانست. اما تا اراده خدا و این هجران است، من نیز تحمل خواهم کرد. نازنینم، تو چقدر غرور داشتی و اما من از تو نه چیزی پرسیدم با معذرت، نه چیزی خواستم، نه چیزی گفتم، نه چیزی تمنا کردم. فقط خندیدم و با محبت دادم. هر آنچه داشتم دادم و هر آنچه خواستی دادم. تو برایم خیلی خواستنی بودی. برایم احساس بودی، آرزو بودی، امید بودی، جواب هر سوالم بودی. من جز تو دیگر چیزی را نمیخواهم، چیزی را نمیشناسم. همه چیزم و همه دنیایم با تو خلاصه می شود. این فقط یکی از تقریبا یک قسمت شو براتون خواندم چون وقت برنامه یک مقدار بوی رنگش عاشقی میاد. شما در زندگیتان بار هم اشتباهاً گام ماندین بر این راه؟ یک روز یک کتاب خوانده بودم، عنوان کتاب فراموشم شده. نوشته کرده بود در زندگی اگر انسان هیچ بار عاشق نمیشه، به این معناست که همون زندگی را که خداوند برش داده همون حیف است برش، حیف همون زندگی که برش داده میشه. مهم این نیست که عاشق چی، عاشقی با کی یا با چی، یا سر که عشق ده او نباشه کدوی بیش نیست. بله آنا. به همین ملحوظ هر انسان باید به نحو عاشق باشه. مهم این نیست که به معشوق برسی. یک مثال دیگه میتونم، عاشقی بهتر یعنی اینطوری یک عاشقی باشه که نظر به مثالی که براتون میگم، اگر محتاب معشوق باشه که ما تمام روز انتظار بکنیم تا شب او را ببینیم، هرچند که دست ما برش نمیرسه ولی همین که میبینیم لذت از دیدارش میبرداریم، همین کافی است. باز ای که عاشقی به هر چیز باشد، چه با کتاب، چه با خدا، چه با پیغمبر خدا و چه با بنده خدا، با هر چی که بود. خب چگونه راه یافتین به گویندگی برتر و چرا انتخاب کردین، چرا شرکت کردین؟ میشه از امو لحظات که نو کار آغاز کردین صحبت بکنید. قسمی که براتون گفتم که از دوره مکتب به همین نوشتن و خواندن علاقه داشتم. بعد من یک کتاب در صنف نو پیش خود نوشته کرده بودم، یک چیزه پیش زمینه برای زندگی آینده خود نوشته کرده بودم که در او ما دانشکده یا پوانزه ژورنالیسم ما یک اساس قرار داده بودم که باید اگر در هر چیز دیگه کامیاب میشم اونا رها کرده امیره بخوانم. خب بعدها کم نظرم تغییر کرد از صنف 9 تا 12 که رفتم به طرف علوم سیاسی. باز امی ذوق علاقه در فکرم حتما وجود داشت. وقتی که ما وقتی در هندم بودم اونجا هم بعض پروگرام ها را پیش می بردم، برای خود دانشگاه ما یگان نطاقی و بعضی کارها را پیش می بردم، کارهای فرهنگی که بعض دیپلمایشان به دستم است. ولی بعد از اینکه در خلال درس که ما بعض وقتا افغانستان می آمدم، روز از روزها با تلویزیون آریانا با یکی از دوستا مقابل شدم. باز میخواستم که همکاری از هندوستان با افغانستان با تلویزیون آریانا داشته باشم. فکر میکنم در روز زمان آریانزای صاحب رئیس تلویزیون آریانا بودن در سال 2008. باز از ما خواستن که ببینیم، هرچند که در تلویزیون آریانا دیدیم ولی بعض مسائل بود که با هم نتونستیم بسازیم، تفاهم داشته باشیم. باز اما طور مان. ولی وقتی که درس خلاص کردم دوباره برگشتم، یکی از دوستان گفتن که همچون یک برنامه آغاز شده. باز ما یک روز همینجا آمدم و فکر بکنم 3 قطعه عکس و همین چیزا کار بود. باز همین چیزا را در ریسپشن شما تسلیم کردم و خودم رفتم. تقریبا 1 ماه 2 ماه هم صبر کردم، چیزی به گوش نرسید. ولی بالاخره یک روز از روزها باز همونطور
یک زنگ آمد ناهنگام. بعدش باز آمدم و برنامه اول خدا رحمت کنه نوری صاحبم در اشتراک داشتن که پیش امتحان بود. فکر میکنم چگونه سپاری شد برنامه اولتون؟ خب پروسه ای رقم بود که باید هر کس یک متن در دستش بود، مثل همین رقم یک پاکت بود، پاکت خط که در این پاکت یک ورق گذاشته شده که در او دو قسمت بود، یکی خبر و یکی شعر. هر کاندید که فکر میکنم تا اندازه حدود 1000 نفر اشتراک کننده وجود داشت می آمدن و سر استیج 5 دقیقه برشان پیش از وقت داده میشد یا 3 دقیقه باز می آمدن خبر خود با شعر خود دکلمه میکردن و داوران عزیز روی امی 3 اصل صدا، سیما و سواد بر از اونا نمره میدادن. باز ما اشتراک کردم بار اول، هرچند که آدم هر قدر بالای خود باور داشته باشه باز هم همین لنز کامرا یک تاثیر خاص خود داره. بله. کم استراب داشتم در بار اول گذشت. یک روز با موتر بودم میرفتم طرف سینمای پامیر، از امو را عبور میکردم که زنگ آمد که شما به برنامه آینده که 65 بهترین بود راه یافتین. باز دیگه خیلی خوش شدم و خرسند شدم. بعد از او یک دلچسپی بالاتر به برنامه پیدا کردم که تلاش بکنم و همین ترتیب از 65 به 35 و 35 به 20. ولی متاسفانه که از 20 پیش نرفتم و او هم دلیلش پیش خودم وجود داشت که چرا نرفتم. چرا نرفتم؟ یک دلیلش عمده‌اش همی بود که ما در مرحله بسیار اساسی که باید در بهترین میرفتیم باید یک آمادگی بسیار فوق العاده می داشتیم. چرا نداشتیم؟ ما قسمی که پیشتر براتون گفتم که یک وظیفه دیگه هم رسمی داشتم. همون روز تصادفاً که همون روز یک جلسه بسیار مهم بود. جلسه بسیار مهم بود و ما باید تا 11 بجه در جلسه هم می بودم و هیچ امکان نداشت که ما برایم. و هر لحظه که سر ساعت می دیدم که تک تک ساعت گشته میرفت و او طرف برم وقت کوتاه شده میرفت، خیلی ناراحت می شدم. و همین که از جلسه بیرون شدم و رفتم به تالار که امتحان بودم، کمی داخل شدم نام مرا خواند و با یکی از فکر میکنم که دایرکترهای برنامه بود، رستاقی صاحب، با او گفتم آن پیش از اینکه برم سر استیج که ما این امی دقیقه ورقه میگیرم و میرم سر استیج، اگر من 5 دقیقه مهلت بتین که ما کم آمادگی بگیرم، چون فرصت پیش از این برای مهیا نشد. گفت حالا دیگر نامت خوانده باید که بری سر استیج. سر استیج هم رفتم. فکر میکنم در دکلمه شعر کدام مشکلی نداشتم، ولی در خواندن متن خب میفهمین دارد یک مرحله من متن یا متون میگوشه که اشتباه میشه. امی یک انگیزه بود، ولی انگیزه ای که فکر میکنم نباید آل ذکر کنم، چرا که در دیگه مصاحبه هم که در برنامه داشتم گفتم من راضی هستم، ولی بعدها اعتراف خود دایرکتورای امو برنامه بود که بعضی کسها روی بعض ملحوظات دیگه در ده بهترین راه یافتن، هرچندی که بودن تا یک 6 تن در 10 تن 6 تنش واقعا استعداد از زیرا داشتن که باشن، ولی 4 تنشان شما کده پایین‌تر بود نظر شما؟ اگه من نمیگم که از ما کده پایین‌تر بود، ولی بودن کسای دیگه که باید از اونا پیش میرفتن. با ابراز سپاس از آقای صبا که دعوت پذیرفتین، چون وقت نیمه اول برنامه ما کاملا به پایان رسیده و نزدیک میشیم به خبرهای ساعت 8:01 دقیقه دیگر وقت داریم. سپاسگزار هستیم از شما. تشکر و که برای ما فرصت دادین که تا با شما هم صحبت باشم. خیلی خرسند هستم. تشکر بسیار. سلامت باشین. از دنو ده توجه خبرونه وروسته دقیقه بعد خبرونه دوهم ساعت ان شاء الله تاسو وړاندې با هم میبینیم.